رادیو آشپزی، آوایی خاص و به یاد ماندنی از علوم پخت و پز. سلام، به رادیو آشپزی خوش اومدید. مریم حبیبی نژاد هستم و خوشحالم که در خدمتتونم. امروز میخوایم در رادیو آشپزی در مورد سس مایونز که سسی بسیار رایج هست در انواع سالات‌ها و غذاهای سرد با شما عزیزان صحبت بکنم. طرز تهیه اون رو 0 تا 100 بیان بکنم خدمتتون و همینطور نکات بسیار مهمی رو که بایستی رعایت بکنید در زمینه تهیه اون با شما عزیزان در میون بگذارم تا لذت درست کردن یک سس مایونز خانگی عالی و درجه 1 رو در منزل بچشید. فقط قبل از این که بریم سر آموزش اصلیمون باید خدمتتون عرض کنم که یک مقدمه رو اول براتون بیان میکنم از سس مایونز، موارد کلی رو میگم، بعد میریم روی رسیپی اصلی و تمام مواد لازم رو دونه به دونه براتون توضیح میدم و نحوه کار رو بیان میکنم. بعد میریم سر نکات مهمی که راجع به این سس بایستی رعایت بکنید تا در تهیه اون دچار مشکل نشید. مایونز در واقع بر دو نوع هستش. مایونزی که در بازار تهیه شده، مایونز صنعتی هستش و مایونزی که در منزل خودمون تهیه میکنیم. در واقع مایونز خانگی ذرات روغنی هستش که روان هست و تو مایه تخم مرغ زده شده شناور شده اون ذرات روغن، یا به اصطلاح فنی از امولاسیون، یعنی ذرات معلق در مایه روغن در تخم مرغ به وجود اومده. برای تشکیل این امولاسیون باید تخم مرغ رو خوب هم بزنیم و روغن مایه یا روغن زیتون بیبو رو کم کم به اون اضافه بکنیم و همچنان به هم بزنیم. وقتی که مایه شروع کرد به سفت شدن و امولاسیون تشکیل شد، در واقع مایونز ما درست شده. الانه که میتونیم مقدار روغن رو بیشتر کنیم تا حجم اون به حدود 3 برابر حجم تخم مرغمون برسه. بعد کمی سرکه یا آب لیمو و یا نمک و فلفل بهش میزنیم و این سس مایونز ما آماده است. هر یک دونه تخم مرغ تا 3/4 پیمونه روغن جذب میکنه که مقدار کمی هم نیست. از این ظرفیت باید بیشترین استفاده رو بکنیم، چون که هرچه نسبت تخم مرغ به روغنمون بیشتر بشه مایونزمون سنگین‌تر و گرانتر میشه. اما اگر در ترکیب مایونز اندازه روغن رو از این بیشتر بکنیم و از حد بگذرونیم، مسلما مایه‌مون وا میره و به اصطلاح امولاسیونمون میشکنه، یعنی روغن از تخم مرغمون جدا میشه. اما عزیزان، این فاجعه جبران ناپذیری نیست. میتونید به راحتی اون رو درستش بکنید و به حالت اولیه برگردونید. میتونید 1 یا 2 تا تخم مرغ دیگر رو بزنید و مایه وارفته رو کم کم به اون اضافه بکنید تا امولاسیون از نو تشکیل بشه. در گذشته‌های نچندان دور وقتی مادر بزرگای ما مایونز رو در منزل تهیه می‌کردن، در واقع وقت و حوصله زیادی رو باید می‌ذاشتن برای این کار، چون باید با همزن دستی این کار رو می‌کردن و چون زدن سفیده تخم مرغ انرژی بسیار زیادی ازشون می‌برد، به خاطر همین مایونز رو فقط با زرده تخم مرغ درست می‌کردن. اما خب به هر حال با وسایل برقی جدیدی که اومده، مایونز رو میتونیم با تخم مرغ کامل هم درست بکنیم. مایونزی که درست میکنیم در منزل برای رشد باکتری ها محیط خیلی مساعدی هستش و مواد نگهدارنده هم نداره و یکی از امتیازهای مایونز خانگی بر بازار اینه که مواد سمی میکروب کش رو بهش نمیزنیم، که از طرفی احتمال بروز فساد در مایونز خانگی بالا میره. بنابراین عزیزان، اولا همه ظرف‌ها و ابزارهایی که تو دست دارید میخواید برای این کار استفاده بکنید، همه رو کاملا بشورید و پاک باشن. ثانیاً مایونز رو نباید بیرون از یخچال بمونه و توی یخچال هم که خواستید بذارید، در ظرف مایونزتون کاملا باید بسته باشه. ثالثاً
بهتره که مقدار مایونزی که درست میکنید برای مصرف بیش از 2-3 روزتون نباشه، چون که ممکنه در اون با نگهداری بیشتر سمومی ایجاد بشه. بنابراین نگه داشتن اون در یخچال هم بیش از 1 هفته صلاح نیست. استادایی که فن مایونز سازی رو بلد هستن نظرشون اینه که 2-3 ساعت قبل از شروع کار تخم مرغ و روغن و سرکه و آب لیمو و همه ظرف و ظروف خودتون روی آشپزخونه بذارین تا همشون به حرارت محیط برسن و همدمای محیط بشن، وگرنه با مواد و ابزار سرد مایونز بسته نمیشه. این مطالب رو داشته باشید تا بریم روی قسمت خوب این برنامه، یعنی طرز تهیه مایونز ساده. 3, 2, 1. حالا میریم با هم تا مواد لازم سس مایونز ساده‌مون رو مرور بکنیم. 2 تا زرده تخم مرغ لازم داریم، 1 دونه تخم مرغ کامل، 1 قاشق مرباخوری خردل که سس خردل منظور هستش، 2 قاشق غذاخوری سرکه سفید، 2 قاشق آب لیموی تازه، 2 پیمانه روغن زیتون بیبو یا روغن مخصوص پخت و پز، یعنی از روغن سرخ کردنی مایع استفاده نکنید، و اندکی نمک. این موادی که خدمتتون در رادیو آشپزی عرض کردم در واقع برای شما 3 پیمونه سس مایونز تحویل میده. حالا بریم با هم دیگه برای طرز تهیه‌اش. تخم مرغتون رو بشکنید، همراه با زرده ها تو کاسه مخلوط کنتون بریزید. ظرف روغن رو همدم دستتون آماده بذارید. سرکه، آب لیمو، نمک و خردل رو توی ظرف دیگه با هم مخلوط کنید و دم دستتون قرار بدید. مخلوط کنتون رو روشن بکنید. به اندازه 1 دقیقه تخم مرغ رو بزنید تا از اون حالت لختگی تخم مرغ در بیاد و در حالی که مخلوط کن داره به سرعت کار میکنه روغن رو به نازکی 1 موی نازک کم کم شروع کنید به ریختن روی تخم مرغ. وقتی که مایعتون شروع کرد به سفت شدن و سفید شدن، این مایع روغن رو که در واقع دارید ریز و نازک میریزید میتونه یک مقداری بیشتر، یعنی مقداری پهن‌تر باشه اون مقدار ریزشش، اون رو میتونید انجام بدید و روغن رو کم کم باز هم اضافه بکنید. وقتی که نیمی از روغن رو ریختید، مخلوط سرکه و آب لیمو رو با قاشق چایخوری داخل مخلوط کنتون کم کم اضافه بکنید. چرا با قاشق چایخوری؟ برای اینکه باید این رو کم کم اضافه بکنید و بعد مخلوط کنتون رو در حین کار خاموش بکنید و طعم مایونزتون رو بچشید. ببینید که این خدای نکرده ترش نشه، نمکی و شور نشه. یعنی این مقادیری که در مورد این چاشنی ها دادیم همش نسبیه، بستگی به ذائقه خودتون داره و بستگی به این داره که چه مقداری در واقع دوست دارین ترشتر یا شورتر باشه. بعد از اینکه این طعم ها رو اندازه کردید و نمک و فلفلش رو زدید، مایونزی که آماده شده رو توی ظرف دردار بریزین، درش رو خوب کیپ ببندید و داخل یخچال حداقل 1 ساعت قرار بدید تا کاملا سرد بشه و طعم ها به خورده هم بره. عزیزان، به جای اینکه سرکه و آب لیمو رو با هم دیگه مخلوط بکنید مایونزتون اضافه بکنید، میتونید از سرکه تنها یا آب لیموی تنها هم استفاده بکنید. میتونید خردل رو حذف بکنید و نمکش رو کم و زیاد بکنید. ترجیحاً فلفل سیاه یا قرمز رو بهتره که سر سفره به این سس اضافه بکنید و داخل این سس مستقیما هنگام تهیه‌اش نریزید، چون باعث تغییر رنگ سس مایونزتون میشه. و اگر دوست داشتید میتونید مقداری فلفل سفید استفاده بکنید. حالا ممکنه وقتی داریم سس مایونز رو درست میکنیم حین کار متوجه بشیم که سس مایونزمون شل از آب در اومده و نتیجه کارمون آبکی شده.
اگر این اتفاق افتاد علتش اینه که موقعی که روغن رو داشتید اضافه می‌کردید به در واقع تخم مرغ با شدت و سرعت کافی نزدید که این حالت امولسیون پیدا بکنه. یعنی باید خیلی خیلی سرعت بالا باشه، بالاترین سرعت ممکن باشه تا خوب اون با همدیگه ترکیب بشن روغن و تخم مرغ. وقتی این اتفاق نیفتاد حالت شل پیدا میکنه مایونزمون. حالا چیکار باید بکنیم؟ شما میتونید اینجا از یه ماده غلیظ کننده مثل آرد یا نشاسته که قبلا یه مقدار پختینش استفاده بکنید و اضافه بکنید به سستون، خیلی کم البته که سستون رو سفت بکنه. ولی باید توجه داشته باشید که اگر این کار رو بکنید مزه سستون مسلماً ضعیف خواهد شد. در ادامه ممکنه متوجه بشید که ادویه یا فلفل سستون زیاده. تو این حالت باید باز هم مقداری سس درست بکنید، به سس موجودتون اضافه بکنید یا مقداری خامه رو یا محلول آرد یا نشاسته پخته شده رو به سستون اضافه بکنید تا اون حالت تندی فلفل رو ازش بگیره. ممکنه برای شما سوالاتی پیش بیاد در مورد خوردن تخم مرغ خام که در سس مایونز هم از این تخم مرغ استفاده میشه. نگران باشید که خطرناک هست یا نیست. سالمونلا یکی از باکتریایی هستش که ممکنه بر اثر خوردن تخم مرغ خام توی بدن ایجاد بشه که گروه سنی سالمندا و کودکان که سیستم ایمنی ضعیفتری دارن بیشتر تو معرض این خطر هستن. توصیه میشه که در ایام بیماری‌های فصلی یا اپیدمی مثل کرونا که سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه، تخم مرغ رو به صورت خام مصرف نکنید و یا در صورت اضطرار از تخم مرغ پاستوریزه استفاده بکنید. تخم مرغ پاستوریزه رو میتونید توی نت سرچ بکنید. برخی شرکت‌ها هستن که تخم مرغ پاستوریزه تولید میکنن، هم به صورت سفیده تنها، هم به صورت زرده تنها و هم به صورت تخم مرغ کامل. شما باید حتما دقت داشته باشید تخم مرغی رو که میخرید کثیف نباشه، تاریخ انقضا داشته باشه و در بسته‌بندی هایی باشه که تمیز باشن، تو بسته‌بندی های مقوایی معمول نباشه، داخل بسته‌بندی های پلاستیکی محکم باشن که خطر اینکه تخم مرغ برها آلودگی هایی بهش راه پیدا بکنه، مثلا شکسته نباشه تخم مرغتون. اینا همه رو باید رعایت بکنید تا انشاءالله استفاده بکنید از مایونزی که تو خونه خودتون تهیه میکنید و اعضای خانواده‌تون انشاءالله نوش جان میکنید. امیدوارم که از مطالب امروز رادیو آشپزی کمال استفاده رو کرده باشید. لطفاً با لایک و کامنت هاتون به ما انرژی بدین برای ادامه کار و کمکمون بکنید تا بهتر بتونیم برنامه‌هایی رو که خواستارش هستید درست بکنیم و در اختیارتون قرار بدیم. تا برنامه بعد همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. صدای رادیو آشپزی را از کانال یوتیوب رادیو آشپزی به آدرس @کوکینگ رادیو دنبال کنید. همچنین در اپلیکیشن ایتا به آدرس @کوکینگ رادیو می توانید تصاویر مرتبط و کلیپ های مکمل رادیو آشپزی را مشاهده بفرمایید.